خیلی خوش اومدین به کانال من. این قسمت ششم افتر افکتس هست. این قسمت میخوایم راجع به لیر ماسک صحبت بکنیم، ببینیم که اصلا به چه دردی میخورن، چه جوری بکشیمشون، چه جوری انیمیتشون کنیم و اصلا چه امکاناتی دارن. تو قسمت قبلی راجع به شیپ لیر ها صحبت کردیم و گفتیم که چطور میتونید شیپ لیر بکشین، یه سری اشکال مختلف شما معرفی کردیم. تو قسمت های بعد راجع به ادامه شیپ لیر حتما صحبت میکنیم. تو این قسمت ولی راجع به ماسک میخوایم صحبت کنیم. بریم بیایم. سلام بچه ها، من حامد هستم و اینجا کانال حامد آیریس هست. امیدوارم که این کانال براتون تا اینجا مفید بوده باشه و اگر اولین بار وارد کانال من میشین حتما اون رو سابسکرایب کنین، زنگوله کنارش رو بزنین، اولین نفری باشین که توی ویدیوهای من رو میبینه. اگر که سوالی دارین در مورد برنامه‌های ادوبی و اگر که ویدیوهایی میخواین ساخته بشه حتما به من پیشنهاد بدین توی کامنت ها، ازتون ممنون میشم. بریم سراغ لیر ماسک توی افتر افکتس. من یک کامپوزیشن که مثل طبق روال معمول میسازم. خب من یه عکسی رو اد میکنم، میارم اینجا و عکس رو یه ذره مقداری کوچیک میکنم، یه ذره بزرگه برامون. خب یک راه وجود داره برای اینکه ما ماسک رو بکشیم. توی این قسمت من گفتم برای اینکه شیپ لیر بکشین، وقتی که چیزی سلکت نباشه شما یک مربع رو مثلا انتخاب کنید، میبینید که یک شیپ لیر برای شما میسازه. ولی وقتی که لایه‌تون سلکت باشه و مربع رو انتخاب بکنین براتون ماسک ایجاد میکنه. حالا شما میتونید این ماسک رو به اشکال مختلف بکشین و یا با پنتول هر ماسکی که میخواین ایجاد کنین. همونجوری که میبینین خب این ماسکی که من سریع کشیدم، اینجا شما میبینید که یک ماسک بسته است، یعنی یک در واقع پس یک مسیر بسته است، یعنی اول و انتهاش به هم دیگه چسبیدن و یک قسمت ماسک برای من باز شد توی لایم که من رو باز میکنم. چه چیزایی دارم؟ یکی ماسک پس هست، یعنی مسیر ماسکمه. ماسک فدر هست که دور ماسکم رو به تعداد پیکسلایی که مینویسه برای من نرم میکنه، همونجوری که میبینین. گزینه بعدی ماسک اوپاسیتی هست. گزینه بعدیش هم ماسک اکسپنشن و شما میتونید با اون همون چیزی که ماسکتون هست اون دامنه اون رو کوچیک یا بزرگ کنید. میبینین این چیزهایی بود که ماسک داشت. حالا مثلا من میتونم یک عدد مثلا مربع مستطیل هم بهش اضافه بکنم. اینجا یه گزینه داریم که یه سری گزینه ها داره، شما میتونید از اون استفاده کنید. مثلا قسمت همیشه دیفالت روی اد هست، من روی سابترک اگر که بذارمش میبینین اون ماسک اولی، من ماسک اولی دارم انتخاب میکنم، اونو از اون یکی کم میکنه، هر چقدر اون اضافه باشه داخلش میکشه. گزینه دومی مجموع اون دوتا رو فقط به ما نشون میده، یعنی خیلی تفاوت خاصی با اد نداره. و گزینه های بعدی حالا اتفاقای مختلفی میافته که شما بیشتر با این اسست های اول کار دارین، ما کاری به بقیه نداریم. ما الان دوتا ماسک اینجا اد کردیم، همونجور که میبینین دوتا ماسک و دوتا تنظیمات متفاوت. خب ما حالا چطوری میتونیم این رو انیمیت کنیم؟ ما میتونیم بیایم اینجا ماسک پس رو انتخاب کنیم. حالا بذارید من توی این گربه به شما نشون ندم، بیام روی این ماسک دوم بهتون نشون بدم. ماسک پس رو من یک استاواش رو میذارم و کی فریم رو فعال میکنم و کی فریم بعدی رو مثلا میذارم روی این یه دونه کی فریم، این یه دونه نقطه پس رو مسیر رو بزرگ کوچیک میکنم، این دوتا همونطور که میبینین از اون کی فریم اول میره به کی فریم دوم. خب حالا من اینجا دیدین که سلکت کردم نقاطم رو. نقاط رو چجوری میتونید سلکت کنیم؟ مثلا چه کارهایی میتونید رو خود تصویر انجام بدیم با نقاط و خطها؟ من اگر که اینجوری میبینید اینو درگ دراپ میکنم، یعنی سلکت میکنم در واقع این نقطه رو، میتونم دو تا نقطه رو با هم سلکت کنم. همونطور که میبینید دو تا نقطه رو میتونم با هم سلکت کنم و جابجا کنم، چه یه نقطه، چه 4 نقطه، چه 1000 نقطه، هر چقدر باشن. و یه راه دیگه داره، من مثلا روی ماسک پس که میزنم تمام نقاط برای من سلکت میشن. همونجوری که میبینین تمام نقاط برای من سلکت میشن
حالا من برای اینکه بخوام تمام نقاط رو سلکت بکنم یه راه دیگه هم دارم. مثلا من روی یک دونه از این نقاط دبل کلیک بکنم، یک ترانسفورم باکسی برای من باز میشه و من میتونم اون رو جابجا کنم، بزرگ کوچیک کنم و حتی بچرخونمش. این کل ماسک رو برای من جابجا میکنه. تو راه دیگه ای هم داره، مثلا اگر که ماسکم سلکت باشه من یک کنترل تی میزنم و ترانسفورم باکس ماسکم برای من باز میشه و وقتی که کارم رو انجام دادم، ماسکم رو جابجا کردم و همه کار رو انجام دادم، من اینتر رو میزنم روی کیبورد و از حالت ترانسفورم باکس خارج میشه. حالا من براتون روی عکس نشون دادم، شما میتونید حتی یه ویدیو باشه، مثلا یه توپ فوتبال داره رد میشه توی زمین، میتونین دور اون رو با ماسک بکشین و تک تک، یعنی فریم به فریم ویدیو رو انیمیت کنین و نقاط رو تکون بدین تا اون قسمت رو جدا کنین از ویدیو. اینجا یه گزینه دیگه ای هم داریم، من میخوام اینجا به شما نشون بدم. اینجا یه گزینه دیگه هم داریم به نام اینورت که من اگر که اینورت رو بزنم، همونطور که میبینین داخل ماسکم ترانسپرنت میشه و بیرونش عکس من باقی میمونه. من میتونم دوباره اینورت رو بردارم و حالا داخل هستش عکس من و بیرون ترانسپرنت هست. خب بچه‌ها، این بود از توضیحات لیر ماسک و امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. برین استفاده کنید، ویدیو باش کراپ کنید و انیمیت کنید، ببینید که چطوری میتونید باهاش کار انجام بدین. حتما از ابزارهاش استفاده بکنید، همه رو با هم تست کنید، ببینید که چی کار خلاقانه‌ای میتونید انجام بدین. اگر که در مورد ماسک سوالی دارین خوشحال میشم کامنت بذارین و بهتون پاسخ بدم. من حتما پاسخ میدم، کامنت بذارید. اگر از ویدیوهای من خوشتون میاد، از این دست ویدیوها خوشتون میاد، حتما کانال من رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو بزنید تا اولین نفری باشین که ویدیوهای من رو تماشا میکنه. تا ویدیوهای بعدی حرفه‌ای باشید.